دریای سرخ. نقشه اگه بشه دوستان یه مقدار بالاتر هم ببرن امکانش باشه خیلی خوب. حالا البته جهتگیریش حالا همینجا هم خوبه. ببینید این جایی که ما ازش صحبت میکنیم و این روزها خیلی صحبت میشه پهنه است از این نقطه، یعنی در واقع میانه تنگه باب‌المندب تا حد در واقع بحث شمالی جزایری که متعلق به یمن هست، یعنی توی محدوده از این نقطه تا این نقطه. این محدوده است که ما تو این مدت حملات انصارالله رو داشتیم، هم برای توقیف کشتی هایی که به نوعی مالکیت اونها در اختیار شرکت های صهیونیستی بوده، هم تهاجم به ناوهای نظامی آمریکا و همینطور شناورهایی که تعلق ملکی به صهیونیست ها داشتن. در مورد اینجا من فقط یه نکته عرض بکنم، همین تنگه باب‌المندب که خلیج عدن و دریای عرب رو و اقیانوس هند رو به دریای سرخ و از اونجا به مدیترانه متصل میکنه این هست که حداقل 70% هر تجارت بین المللی که در گستره آبی اتفاق میفته باید از این نقطه عبور کنه. یعنی گلوگاهی است که گذری از اون نیست، یعنی تعداد گلوگاه‌هایی که به این شکل اهمیت دارن واقعا شاید همین یه دونه باشه، یعنی اروپا به اون وابسته است، حوزه مدیترانه به اون وابسته است و کشورهایی که از شرق دور تا هند تا خلیج فارس ارتباط دارن. این نقطه الان در اختیار رزمندگان انصارالله و بچه‌های یمنی هست. امروز ما در واقع 3 مورد عملیات دریایی داشتیم که یک مورد حمله پهپادی بوده که گزارش شده از سمت خاک یمن به سمت رزمناو آمریکایی، هم حمله پهپادی و هم موشکی داشتیم و همینطور حمله پهپادی و موشکی به شناور تجاری که مالکیت طرف اسرائیلی داشته و همینطور توقیف یک کشتی دیگر که با این مورد ما 3مین مورد توقیف داریم که معمولاً تو این بندر حدیده در واقع توقیف میشن. و امروز بحثی رو که یحیی سری سخنگوی ارتش یمن داشته این هست که این شروع ماست و این مسیرها رو در واقع این حرکت‌ها رو ادامه میدیم و جالب اینجاست که الان یمن از سعودی‌ها درخواست کردن، البته درخواست پاسخش معلومه که راه زمینی رو باز کنید، ما می‌خوایم به سمت فلسطین اشغالی از خاک عربستان نیرو اعزام کنیم، همون مسیر حدود 2000 کیلومتری تقریبا. ولی این که این خواسته مطرح میشه طبیعی است پاسخ سعودی‌ها منفی است، ولی خود این که تو تاریخ ثبت میشه که رزمندگان یمنی قصد عبور داشتن به استعداد 150,000 نفر نیرو برای کمک به فلسطین و این اجازه از سوی عربستان داده نشده، این خودش کلی در واقع در تاریخ ثبت میشه و موضع عربستان و موضع سعودی ها رو مشخص میکنه. به هر حال الان در واقع اون شرکت مهم کشتیرانی اسرائیلی اینو مطرح کرده که ما چون این منطقه دیگه برای کشتی های ما امن نیست، ما باید کل قاره آفریقا رو دور بزنیم. حالا اگر نقشه باشه میشه و این باعث میشه که 2 ماه دیرتر کالاها به مقصد میرسه، هزینه ها اضافه میشه، کرایه ها اضافه میشه و خیلی از قراردادها اصلا منعقد نخواهد شد و یا باطل میشه. اینجا در واقع داره تحقق اون نکته‌ای رو که رهبر انقلاب اشاره کردن که باید مسیرهای رساندن سوخت، آذوقه و غیره به رژیم هدف قرار بگیره. اینجا بچه‌های یمنی دارن این رو تعقیب و جدی دنبال میکنن. یه نکته دیگه هم که لازمه بگیم، یک کشتی انگلیسی هم گزارش تایید نشده‌ای داریم که در واقع مورد حمله قرار گرفته، البته هنوز تایید قطعی نشده. اگر چنین باشه این پاسخی است به رفتارهای خصمانه انگلیسی‌ها تو این 1-2 هفته اخیر، مخصوصا بعد از شکستن آتش بس ما شاهد یک خباثتی از سوی انگلیسی‌ها بودیم. اولا در واقع صحبت‌های ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس در اجلاس دبی که اونجا به صراحت از رفتار رژیم صهیونیستی حمایت میکنه و میگه رفتار رژیم صهیونیستی قابل سرزنش نیست و رژیم اسرائیل باید مدار مسئولیت باشه برای این حملاتش. اینکه کمک‌هایی رو به رژیم میکنن در قالب خیریه، این خیلی عجیبه و در واقع موضع‌گیری های از این دست که خب اگر در واقع اون مورد حمله به کشتی انگلیسی هم تایید بشه مسئلهش، اون وقت دیگه انگلستان هم در کنار آمریکا و خود رژیم، یعنی یکی از مرحله‌های بعدی میتونه این باشه که عبور کشتی‌های حامیای الان اتفاق افتاده. بله، یعنی کشتی‌هایی که متعلق به مالکان صهیونیست حامیان رژیم که آمریکاست، انگلستان با این در واقع موضع گیریش به نوعی خودش رو در فهرست سیاه موارد ممنوعه
خلیج عدن و تنگه باب المندب قرار داده و در سخنان رهبران انصارالله هم این چند بار تکرار شده که اگر قرار باشه که مسئله تهاجم به غزه ادامه پیدا کنه، اون وقت این آبراه بسته خواهد شد برای هر کسی که از سمت رژیم یا حامیانش بیاد. خیلی به نظرم یمن شگفتی این 2 ماه اخیر بوده دیگه، یعنی بعد از اون شگفتی 7 اکتبر که در واقع رزمندگان مقاومت فلسطین رقم زدن، بچه‌های حماس، یمنی‌ها این شگفتی رو کامل کردن و کسی نمیدونه که چی تو آستین دارن و هر دفعه حالا ایلات رو زدن، بعد تو بحث حالا دریایی. من فقط میخوام بگم هیچ کدام از قدرت‌های ثروتمند منطقه غرب آسیا و قدرت‌هایی که سابقه نظامی دارن، یعنی نه مصر، نه عربستان، نه امارات و نه غیره، هیچ کدوم این توانایی رو ندارن که حتی خریداری کنن موشک‌هایی که از سمت یمن شلیک بشه و تا ایلات برسه. اصلا چنین چیزی حتی قدرت این که به اونها فروخته نشده. یا پهپادی که از این نقطه بیاد جنوب ایلات اصابت کنه و رژیم رسما تایید بکنه. این حتی خریداری، اجازه خرید هم به اونها داده نشده و جالبه که رسانه‌های رژیم تایید کردن که هم موشکی که از سوی موشک بالستیکی که شلیک شده و اصابت کرده و هم پهپادهایی که اصابت کرده، اینها ساخت یمن بوده. به صراحت میگن و البته میگن از خدمات فنی و مستشاری جمهوری اسلامی استفاده کرده، اما ساخت ایران نیست. اینو رسانه‌های رژیم تایید کردن. این همون یمن نیست که سعودی‌ها گفته بودن ما در آصفة العزم در طوفان اراده 2 هفته‌ای پروندهش رو میبندیم، که حالا یه صحبتی هم در مورد اجزای محور مقاومت ان شاءالله اگه عمری باشه برنامه امشب خواهیم داشت.